تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو، میکنم شکرانه از آزرم و از آزار تو. از تو من ثروت نمیخواهم، وطن هستی بس است، با خس و خورت برابر زندگی کردن بس است. من سرژانت خور مهردین جان محمد زاده و استقامت کننده ناحیه بلجیونی ولایت ختلان میباشم. سال 2021 با دانشگاه دولتی تعلیمی باختر با نام ناصر خسرو و فاکولته سیاست و اداره دولتی داخل شدم و سال 2025 بعد ختم دانشگاه با خود مقصد گذاشتم که قرض شهروندی خود را ادا نمایم. طول 11 ماه میشد که در خشونت‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان خدمت کرده ایستادم. من همچون یک جوان دوران صاحب استقلالیت از هر یک جوانی برآمد وطن دعوت به عمل می‌آورم که با صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان داخل گردیده قرض شهروندی خود را عطا نمایند و خدمت امروز در خشونت‌های سرحدی مایه افتخاری هر یک افسر و سرباز میباشد. مادر به موی سفید تو بمیرم، دعایم ده دعایت را بگیرم. خدا گویم نمیرم در غریبی که من روی دستانی تو میرم. از فرصت مناسب استفاده برده از نام خود از نام راهبریت ریاست خشونت‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان کلی مردم تاجیکستان عزیز را با مناسبت 33 سالگرد تأسیس‌یابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت گفته و با تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات، تنجی و آرامی، گل شکوفانی پرچم ملی را تمنا دارم.